پایانه مرزی ریمدان به عنوان یکی از پایانه‌های مهم محور توسعه شرق در مسیر کریدور ترانزیتی ایران، هند و پاکستان امروز با حضور وزیر راه و شهرسازی افتتاح شد. صبح امروز با حضور وزیر راه و شهرسازی و تنی چند از مقامات بلندپایه کشور پاکستان، پایانه مرزی ریمدان به صورت رسمی افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار گرفت. برای اولین بار در یک طول 1000 کیلومتری مرزهای بین دو کشور ما امروز شاهد بازگشایی دومین مرز زمینی بین ایران و پاکستان هستیم. همچنین در این گفتگوها ضرورت تبادل تجارت، تبادل رفت آمد، افزایش و ارتقاء ظرفیت و همچنین سرمایه‌گذاری در طرفین مرزها به صورت مشترک قرار داره. امروز سرآغاز یک حرکت جدید در ارتباط با بین دو کشور میدونیم که انشالله توافق 5 میلیارد دلاری بین رهبران دو کشور و مسئولین دو کشور توافق شده که تا امروز از مرز 1 میلیارد دلار نگذشته، انشالله با راه اندازی این مرز و مرزهای آتی محقق بشود. این مرز پس از میرجاوه به عنوان دومین مرز رسمی با کشور پاکستان به شمار میره که زمینه رشد و توسعه جنوب استان سیستان و بلوچستان را فراهم میسازه. Being here with us on this historic, as I mentioned in my speech, a historic event. بازگشایی این گذرگاه برای نسل‌های آینده مسئله خیلی مهمیه که نتایج مفیدی هم در بر خواهد داشت. مرز ریمدان به دلیل نزدیکی با گوادر مهمترین بندر ایالت بلوچستان پاکستان و کراچی مهمترین بندر تجاری ایالت سند پاکستان نقش مهمی در صادرات و واردات کالا و جابجایی مسافر خواهد داشت. همچنین خانم زبیده جلال وزیر تولیدات دفاعی پاکستان گفت به زودی 4 نقطه دیگر در مناطق مختلف استان سیستان و بلوچستان با کشور پاکستان به عنوان مرز رسمی و بین‌المللی افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند. محبوب عالم اربابی، خبرگزاری صدا و سیما، مرز ریمدان شهرستان دشتیاری.